هم در بدل صرفی کردگیش خداوند از او زیاد عطا میکنه. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار بیان میکند که هر روز دو فرشته به آسمان دنیا نزول میکنند، دو ملائکه ملکانی ینزلانی، دو ملائکه به آسمان دنیا نزول میکنند و این دو فرشته دعا میکنند، دعاهاشون الله ذوالجلال قبول میکنند. یک فرشته دعا میکرده است اللهم اعط منفقا خلفا، خدایا در مال منفق خلف عطا کن. خدایا هر کسی که در دنیا نفقه و صدقه میکنه در مال دودگیش در جای او با برکت عطا کن، زیاد عطا کن. فرشته دیگر دعا میکرده است اللهم اعط ممسکا تلفا، خدایا در مال ممسک، در مال بخیل تلف بیار. یعنی ممسک جمع میکنه یک بلا، یک آفت، یک مصیبت میوه، همه مالهاش برباد میروه و نه خودش میخوره و نه دیگرها. حضرت مولوی همین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نظم آورده است که میگه بود پیغمبر که دایم بهر پند دو فرشته خوش منادی میکنند که خدایا منفقان را سیر داد، هر درمشون دا عوض ده 100,000. هر درمی که صرف میکنه خدایا 100,000 در جای از درم بتیش. فرشته ندو میکرده است که خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشون را عوض ده 100,000. فرشته دیگر میگفته است که خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. ممسک در مالش ضرر بیار، او ضرر تمام نشیده با دیگر ضرر بیار. پس دعای فرشته ها مقبول است، اجابت می شود، خصوصا برادرها و مسلمانه که به این عمل داشته باشن که برادر ما خدا نگهبانش باشن که عبدالرحمن دوی به این عمل میکند، دوی ما اهل علم دعوت میکنه و خدمت میکنه و دعا میگیرد. البته که این چی است که نشانه همین است که البته که از چی است پدر و باب و اجداد همین چیز آمدگی است که پدر محترمشون هم بابای حاجی هم که همین خصلت را دور هستند، مادر محترمه شون که البته که در اینجا قبلا هم سخن رفته سب دختر یکی از داملوهای بزرگی منطقه کلاب و داملو محمد علی، نفری که در همون قلنک جایی که رفته بودیم، جایی که در جای بی آبی و مردم جمع شده بودن، اثار ازد و دعا را خوند رو به دربار پروردگار آورد، از درون سنگ آب جوری شد. ولی امام آب جوری رفتیم، ما آب نشیدیم. خدا رحمتی فرزنداش مخصوم اسمان و مخصوم معدی که هم خیلی خادمای شریعت بودن، در دین خدمت کردن، پندگو و نصیحتگوی همین مردم بودن. از همونجا چیز رفتن دیدن کردیم. این چی است که نشانه اون است که همین چی است که ذریعه پاک دامن آمده ایستاده. و دیگر هر چیزی که در دنیا ما دارایی که داریم غنیمت است، همه غنیمت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به ما تاکید کرده است که اینا را غنیمت بشماریم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیز پیش از 5 چیز دیگرش غنیمت بشماریم. اول چیزی که پیامبر گو غنیمت بشورن شبابی که قبل حرمی، جوانیتون رو پیش از پیر شدنتون غنیمت بشمارید. طاعت عبادت هم در جوانی میکنید، خیر صدقات هم در جوانی میکنید، رفتن و آمدن مسجد و حج و زکات دادن هم در جوانی است. دیگه پیر کشید نمیتونه آدم عمل را کردن. برای پیامبر میگه جوانی را غنیمت بشمارید. در جوانی کاری هر دو عالم بکنین، هم طاعت و عبادت و عمل صالح کنین و هم چی است برای آخرتون بکنین. کاری هر دو جهان در جوانی باید بکنین. جوانی را به طاعت عبادت بیدارونیم. حتی حسابات جوانی در آخرت علاهیده پرسیده میشه که جوانی تا در چی صرف کردی؟ عمر جوانی تا در چی صرف کردی؟ جوانی تا 40 سالگی را عمر جوانی است. تا 40 سالگی را از این چی از پرسیده میشیم. برادرمان حاجی عبدالرحمن هم چی از همین عمر جوانی در این قدر دعوت علما و محبت علما و دوستداری و خدمت همه چی است نشانه همون است که به حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است عامل هستند. حضرت شیخ سعدی میگفت
چو دوران عمر از 40 درگذشت، مزن دست پا کاوت از سر گذشت. اگه دوران عمرت که از 40 گذشت، دیگر بعد 40 سالگی دیگه اگه آرام شد طاعت عبادت دست بگی که زینه عمر تو 40 تمام شده که مزن دست پا. بعد 40 سال دیگر تنتکی و دو توز مثلا این کارو را بس که چو دوران عمر از 40 درگذشت، مزن دست پا کاوت از سر گذشت. کنون از چشم است اشک میبار، زبان در دهان است عذر بیار. وقتی که چشم داری این چشم کار میکنه به هیچگاه که اشک ببار. زبان در دهان است عذر بیار. وقتی که زبان در دهان است عذر بیار. و زبان استغفار بگو، سبحان الله و الحمدلله بگو، طاعت عبادت تلاوت قرآن بکن، با چشم تلاوت قرآن، با زبان ذکر خدا را به جا بیار. خب زبان در دهان است عذر بیار. برای چی؟ نه همواره گردد زبان در دهان، نه همواره گردد روان در بدن. این زبان دایم در دهان دایمو یک خیل نیست، گاه میشه که محکم میشه. دیگه در حالت جان دادن میگویا نصیحت کنم دیگر گپ زدن نمیتونه، میگویا یک بار سبحان الله بگم دیگر زبان کار نمیکنه. نه همواره گردد روان در بدن. این جانم در بدن انسان دایمی نیست، این هم موقتی است. حاضر بود در همین شب روز ببین چی قدر باید که به طاعت عبادت توشه را زیاد کنیم که این وبا و این کسلای اومدگی است که هر روز میشنویم که چند قدر جنازه است در هر جا. نه همواره گردد روان در بدن، غنیمت شمار این گرامی نفس، که به مرغ قیمت ندارد قفس. همه نفس های میکشیم این غنیمت است. این چی است؟ بدن قفس است. وقتی که مرغ روح از بدن که برآمد دیگر این قفس چه بیکار می شود. که به مرغ قیمت ندارد قفس. همه قفس اگر هر چقدر از طلا از بریلیان باشه و درونش اگر یگان پرنده نداشته باشه هیچ معنی نداره. قفس چی است؟ همه خون و پوست و گوشت و زرده و ما و شما است. روح مثل پرنده است. وقتی که مرغ که پرواز کرده برآمد، مرغ باغی ملکوت هم نیم از عالم خواب چند روز قفس ساختن از بدنم. وقتی که برآمد رفت دیگر قفس چه بیکار میمونه. دیگر چی میگیم؟ تیسر بشویم، تیسر بگیریم، تیسر جنازه، تیسر بریم به خواب بسپارینش، مردم های پی کار و زندگیش بشه. چی از دیگر قدر قیمت نمیمونه که وقتی که ما پرواز کنیم. غنیمت شمار این گرامی نفس، که به مرغ قیمت ندارد قفس. مکن عمر ضایع به افسوس حیف، که فرصت غنیمت است و الوقت سیف. عمر به بیهودگی به لغو نگذران که فرصت غنیمت است، وقت غنیمت است. پیغمبر چه الوقت سیف، وقت به مثل یک شمشیر بران است که چه خیلی شمشیر تیز یک چیز تیز میبره، همین خیلی وقت میزگره. این را باید که غنیمت بشه. شبابی که قبل حرمی. دویم چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و غنا که قبل فقر. دویم چیزی که غنیمت بشه داراییتون را پیش از ناداریتون غنیمت بشمونین. در داراییتون دست یک مسلمان را بگیرین، یک کس خدمت کنین، خوبی کنین، عمل صالح کنین. امروز مثلا یک کس میبینی یک منصب داره، پول داره، ثروت داره، بگی دست فقیر کمبغل بگی. یک آبادی در محلت بکن، یک مثلا که راه اسفل که یک جو آب بکش، یک جو سوید بیار که همین دارایی تا استفاده بکن. که هم غنیمت هستی دایمی نیست. اکثر چی هست که بعد ببینی با فقیر میشه. همین دارایی را پیغمبر میگه غنیمت بشمار که هم دایمی نیست. و غنا که قبل فقر که بعد هیچی نکنه و بعد که پیر شد بعد میشینه چی هست دیگه، بعد یک چیز گفتن میگیره ای در وقت خیل بود و خیل بود نکردیم، او خیل بود نکردیم، او خیل بود نکردیم. برای همین غنیمت بشمونی را غنا که قبل فقر. سیوم گفت صحتی که قبل سقمی، تندرستی تا پیش از کسل شدن غنیمت بشمار. تن صحت قطع نماز میخونی، روزا میگیری، حج میری، زکات میتی و مسجد قدم زده میره. وقتی پیر شده بیمار شده دیگر چشمو خیره میشه، چشمام نمیبینه، گوشام نمیشنه، میگه میونم خم نمیشه و تورات چه قبیده نمیتونه دیگر کجا دیگر حج زکات همون نمازش
و اوف و به همون نولا خطی شیشته میخونه چی هست که؟ همین تنصیحاتی را پیش از چی هست که کسل شدن غنیمت بشه. دویمو تنی آدم صحت نمیمونه، کسل هم میشه، بیمار هم میشه و صحتی که قبل سقمی. و دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت و فراغی که قبل شغلی که چورم بیکار بودن تا پیش از کاردار بودن غنیمت بشمور. هر حال که بیکار هستی ذکر که طاعتی بودد که آدم‌ها را میبینی بیکار است میگه وقت بزگرونیم رفته شه دمینا زدیسته ششکه و شخمت زدیسته حالا بپرشی 30 ساله نماز قضایی دوره 30 سال نماز قضایی تا در نزد خدا چی جواب میتی؟ فرصت داری به ششکه و به شخمت و به دمینا میگذرونیش به بیهودگی قطعی به ذکر خدا میگذرونی انمو وقتنی چی است؟ غنیمت بشمار. و پنجم حبیب خدا گفت و حیاتی که قبل موتیک زنده بدنتون پیش از مردنتون غنیمت بشمورین که اینمی زنده بدنمون غنیمت هست. وقتی که مردی تمام دیگر اندک پس با یادی کسی نمیزنی همه فراموشت میکنن از یادی همه یگانه چیزی که همراهت میبری فقط عمل است. نه خونه میبری، نه ماشین میبری، نه پول و طلا و دلار میبری، نه منصب میبری، حتی لباسای بدن تنه میبری. عریان آمدی عریان میره. انا همین حیات هم پیش از مرگ باید غنیمت بشیم. الله عزوجلال برادر عبدالرحمن و اهل خانواده‌اش خداوند در حفظ نمایش نگهبان باشه و همه مراد و مقصودهای نیکشون خداوند حاصل بگردانه و خداوند اسلام و مسلمین در تمام کره زمین غالب و پیروز بگردانه. این وبا و این کسلی ها و این بی‌برکتی ها را خداوند از این سرزمین تاجیکستان عزیز ما برداشته نیست و نابود بگردانه و الله عزوجلال تینجی و امانی و توفیق هدایت و تنصیحتی و سربلندی را نصیب همه اهل این خاندان و نصیب همه اهل مسلمان تاجیکستان برساند.